یه آقایی بودش توی مدینه، در خونش رو به همه باز بود، دار و نداره خودشو میبخشید. این آقا خیلی دست و دل باز بود، سگا میمردن واسه تیک نوناش، جزا میاد در به در مرامش. توی دل دشمن شب می نشست، مهر و محبتای تو کلامش. همیشه پای سفره های رزقش فقیر و مایه‌دار رو دعوت می کرد، تحویلشم نمی گرفتن اما بازم به آدما محبت می کرد. سلام آقای مهربون حسن جان، تو آقای حسین بی کسایی، ما همه نون خوره در خونتی، ما رو حواله ندی تو به جایی، ما رو حواله تو نده به جایی.